به نام جان جانان. سلام بچه های عزیزم. کنکور ریاضی برگزار شد اردیبهشت. سوالا نسبتا خیلی ساده تر از سال قبل بود، متفاوت بود. سوال چالشی هم داشتیم، اما اگر از اون استراتژی که بهت گفته بودم 5 یعنی 5 تا انتخاب کن، 5 تا انتخاب، چون با 5 انتخاب کردن سوال ها متوجه میشدی که میتونستی تو این کنکور چه حرکتی بزنی، هدف گذاری تو مشخص میکردی. حالا به هر حال تموم شده، بعد به فکر کنکور بعدی باشیم، چه خوب چه بد. کنکور تیر ما منتظر ماست، ما باید اونجا بهتره کنیم. ضمن بچهای تجربی سعی میکنیم به شما کمک کنیم برای تحلیل سوالای فرداتون موفق‌تر عمل کنید. بریم کارمون رو شروع کنیم با 5 تا سوال اول. سوال 1 یه 3 تا مقدار داده که به ترتیب جملات متوالی. به به، جملات متوالی گفته بودیم که چی هم بچه‌ها؟ واسطه حسابی. 2 برابر وسطی میشه جمع قبلی و بعدی. اگر جمله نخست آ باشد، نهم ازمون خواسته. خب پس ما میدونیم 2 برابر این یعنی 2 به علاوه 4 مساوی میشه با جمع اونا که 5 باشه. آ به دست میاد 3/4. اگر من 3/4 رو جایگذاری کنم توی این بچه میشه 10/4 و قدر نسبت هم 7/4. خب جمله اول من اگه 3/4 باشه، پس n منهای 1 یعنی 8 برابر قدر نسبتم که 7/4 ساده بشه 14 و اینم 75 گزینه 4. بریم سراغ سوال 2. سوال 2 ما پی گزاره درست و کیو نادرست. آر رو گفته دلخواه بذار، همارزی با کدام گزینه؟ خب اگه پی درست باشه ترو میذارم و اینو فالس میذارم. فرض میکنم آر ترو باشه. این تروه، این تروه. شما میدونید ترو به فالس میشه فالس و ترو میشه ترو و اگر نتیجه فالس باشه کلش فالس. خب این نتیجه فالس به ما داد، اما بریم حالت بعدی. برای آر یه نتیجه فالس در نظر بگیریم. خب این میشه ترو و نتیجه، و وقتی ترو میشه دیگه کلش ترو شده. خب نتیجه میگیریم آر با نتیجه همارزی ما تناقض داره، پس میشه گزینه 3. سوال 3 2 تا نقطه به ما داده که ارزاشون یکسانه روی تابع درجه 2. خب مجموع ریشه ها رو خواسته. خب وقتی ارزاشون یکسانه، محور تقارنش میشه وسط ایکسا. وسط ایکسا منفی بی به روی 2a، وسط این ایکسا 4.5 اینجا میایم میشه 3/4 یا 75 صد. خب از من چی خواسته؟ آلفا به علاوه بتا که میشه منفی بی. حاجی این 2 رو اون طرف ضرب بکنیم میشه 3/2. کار تمومه. بریم سراغ سوال 4. اختلاف ریشه ها براش رابطه داشتیم. آلفا منهای بتا. خب اینجا برابر با 3/4 کا. خب اینجا کا چون روی اس نشسته، رادیکال S2 منهای 4 پی میتونه رابطه خوبی براش باشه. S2 یعنی 4 تا K2 منهای 4 پی هم که میشه 4 پی هم میشه 20. یه رادیکال روش، این مساویه با 4/3 کا بچه. حالا از یه 4ش که فاکتور بگیریم بیاد بیرون میشه 2. این 2 رو با این 4 ساده میکنیم، بعد به توان 2 میرسونیم. خب اینجا یه دونه K2 مونده زیر رادیکال منهای 5 چون 4ش رو کشیدی بیرون. اون طرف اینجا یه 2 داشتی که به توان 2 برسه میشه 4/3 K2. 4/3 K2 بیاد این طرف میشه 5. این 4/9 البته عذرخواهی میکنم. 5/9 K2 مساویه با 5. اینجا اینا رو بزنی K2 مساوی 9 میشه. K میشه مثبت منفی 3 که اگر بخواد روبروی رادیکال بشینه بعد مثبتش رو انتخاب کنیم. البته چون به توان 2 میرسید اهمیتی هم نداشت و به دانش آموز رحم کرد. این جای منفیش هم انتخاب میکرد مشکل نداشت. 9/2 براکتش میشه 4 بچه ها. بریم سراغ سوال 5 در شکل زیر. فاصله نقطه آ از مبدأ مختصات. میدونم این 135 باشه، اینم 135، این 45. خب این 45 باشه و این 90، این 2 بچه ها. این 2، پس این 2 رادیکال 2. اینجا بیایم. خب اینجا اینم 2، اینم 2 و اینم 2. چرا؟ چون گفته این 2 رادیکال 2. این با اون برابر باشه. خب هیچ دیگه مختصات آ در اومد 4 و منفی 2 که اگر در حقیقت بخوام فاصلش از نقطه صفر به دست بیارم 16 به علاوه 4 یه رادیکال روش 2 رادیکال 5 جوابه. 5 تای اول رو نگاه کن، بقیه رو تو کانال یوتیوب ما با همین آیدی شهروز آندرلاین مس
در خدمت هستیم. برات آرزوی موفقیت میکنم عزیز دلم.